سلام هموطنان عزیز، خدا کنه جور و سلامت سرحال باشین. ما آمدیم به سایه افشار دارلمان و این طرف مسجد است، این طرف هم دفتر نابینایان یا روشندلان. میریم داخل. فکر کنم که 11 نفر شاید تا بالا اینجا موجود باشه. روزگارکایشان خیلی خراب بود و امروز روز 29 ماه مبارک رمضان است. خواستیم که یک چیزی برشان تحفه بدیم تا یک سودای عید بگیرن. سلام علیکم. دفتر شونده بودیم جای نشدن. بخیر هستیم. سلام، خوب هستید؟ اینجا خوبه که جای کلونه فیلمون بگیریم، از اون خاطر اینجا آوردم میشانه. خب هم در جمع ماست. یا مسجد است؟ از خودمون مسجد، این در جمع دفتر ماست. این مسجد دفتر تانی طرف. این دفتر ما گفت این بالا این دکان است. اینجا جای نشدن، اینجا آوردم میشانه. چند نفر است؟ 10 نفر. 10 نفر است. 10 نفر، 11 یکی خود گفت 11 نفر. خب چطور هستیم؟ شکر خب پیش از اینکه اونجا بریم اول یک سلام علیکی با می دوستا داشته باش. یک کمکی طرف. این همه طوری برای همونجا دوستا میبینن ما و شما را. سلام علیکم جناب دوستان، خوب هستین؟ جانتان جوره؟ چه حال دارین؟ خداوند شما را اجر بده. اینمی دفتر بنیاد اجتماعی روشندلان است. اینمی یک دکان کرا کردیم مای 1500 افغانی. باز اینجا اینمی مکان مقدس این مسجد که میبینین، بله. این مسجد در جمع می دفتر ماست که اون مراسمای مذهبی ملی که برگزار میکنیم، قاری صاحبا را کلش اینجا دعوت میکنیم. اون مراسم ختم قرآن که میگیریم، بله. باز کل قاری ها میجه ما. حال امروز از جناب نظری صاحب خداوند را خیر بده. در شب عید و آخر ماه رمضان و شب جمعه 11 نفر از این قاریای نابینا بله. هزار اقوام است. البته پشتون هم است، از برادرای پنجشیر ما هم است، سادات هم است، تشیع هم است، تصنع هم است. کلش از این 10 نفر که شما خواستین، همین 10,000 قوم خواستیم امروز. انشالله داخل بریم، بعد انشالله مشاهده میکنیم. بیا توکل به خدا دیگه. ما هم خواستیم که بیایم یک بار خبر شما را بگیریم و حداقل همین چی را خیر و بچه را بگو یک چند دقیقه باشم اونجا. سلام علیکم، بخیر هستین؟ صحتمند؟ چی حال داری استاد جان؟ صحت خوب است؟ لالا جور هستین؟ شما خوب هستین؟ پدر جان خوب هستین؟ سلام علیکم. جانک جور صحت خوب است؟ سلام علیکم. جانتان جور بخیر؟ چطور هستین؟ صحتمند؟ خیر خیرت بخیر هستین؟ چی حال احوال دارین؟ خب طبقه اوناس هم است. بگو بیاین همیشه خیره بچینه. اونجا بشینن مادر دو بالا. بله. بیا توکل به خدا. استاد جان خوب هستی؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ قربان سلامت باشی. اصل وطن از کجاست؟ گلدره شکردره. خب اینجا زندگی میکنی؟ خب چی کاربار؟ بله. مکای تا در کجا از دست دادی؟ بله. بچه ها کس کار نمیکنی؟ خب روزه را چی رقم تیر کردی؟ ذکر از وای پروردگار است، خودش آدم مای خودش است، خودش تیر میکنه. ماست نمیرم، بازم است که خداوند جوری سرمان داشته باشه. خدا رو شکرگزار هستیم در هر رالش. اصل ما جانب خداست نیستیم، البته ازمایش خداست، امتحان است. خدا ما رو در امتحان کامیاب بسازه. خدا خود 4 روزه است، آخرت خود بسازه. همین کسایی که جانش جور است چی پیام داری برشاد؟ خداوند جانشان دائم صحتمند داشته باشند. این بفهمند که یعنی جانگیری پاشایی است. در راه بیهوده مصرف نکنند. فکر ذکر خدا باشند هر وقتی که نفس حق است که جانب خدا که وقت نوقت جوری موجود ندارد. مگر شکرگزار هر جان خود باشد. یعنی چرا که نابینایی است، معلولی است، هر چیزش این بسیار آدم شدید است. تو خود دنیا را میمونه که اگر یافت یا نه خود دنیا رو سر چشم خود میمونه کل. مگر ما شب است، روز هم شب گرما رو لسانش کنند. صبر میکنیم به دربار خدا. بعضی کسایی هستند که میلیونا دارن، بلند منزل دارن، اما چشمایشان به نظر ما که نمیبینن. او که نمیبینن دیگه حتما آخرتشون میتونه در طریق میشه.
اگه دنیا رو که کسی تو تیر میشه گفته خود اثر مردم آخرت شما میتره چرا کو گپ تو غربه و بیچاره و مسکین و بیوار در نظر نمیگیره او خداوند امتحان نرسانش ما کاستیم گپ تو اگه خداوند مردم خیر و خواهان قبول کنه گفتن تو مهم میکنه هم تیر میشه نمیکنه چرا پیشخدا روزی رسوانه او پروردگار بی‌نیاز است بالکل حتما پرنده که ما میته روزی میته به زمستان او مرچرک بله مرچر میته ما تو رو بخینید الحمدلله مسلمان که معلوم میگه تو نمیته قربانت سلامت باش خدا خیر نصیب کنه زنده باش لالا جان خوب هستی جانک جو شاد شما خوب است قربانت سلامت باش چی حال داری این مادر ذاتی بوده شما یا کدام مشکل بله کشید؟ از ما خودم مادر ذاتی نبین هستم و در فامیل که همشیره من نبین هستن و پدر و مادر ما فرق کردیم و سرپرست فامیل فعلا خودم هستم این روز روزگار چی رقم میشه؟ روزگار ولی بسیار خراب بگذره و از ما بسیار خراب بگذره به خاطر اینکه ما سرپرست فامیل نداریم سرپرست خودم هستم من محصل هم هستم باز محصل پانتون هم هستم دیگه چفترهای متا و بالای من بسیار مشکلات دارم دیگه چی را میخوانی اونجا؟ ادبیات دری نام خدا دمی حالت هم باید از بخوانی دیگه بله ما در پانتونای دولتی میخوانیم دیگه همین مصارف چفترهای ما بله و هم یک مقدار پول میشه دیگه او خود کم نمیشه دیگه چفترها پانتون خودش دولتی است بله پول نمیگیره تایمش بینیست اما چفترهاش به خرید از والا اما هم فکر کنم زیاد پیسه میشه بله زیاد پیسه میشه بیا خداوند مهربان است قربانت سلامت باشی زنده باشی حاجی صاحب سلام علیکم سلام علیکم جانک جور چطور خاپت زدی دی بغل څنګه خیرت د جوړې بخیر خیرتی ده شکر ده څه کوي دلته ورم دا ته راغلی نو بس ها نو ډوډۍ موډۍ هم خو نشته دلته نو هو څه خو نشته نو څه وخت هم ډیر ده او بس خدای مهربان ده نو بس زامن دي چیرته دي چې کاروبار کوي که نه کوي زمون واړه دي کار باندې نه کوي نه دا یو دال تر سره راغله او دال ته دی وخت ګرنی وسته ها واړه دي او سترګې د کوم ځای کې له لاسه ورکړي سترګې هم مې په وطن کې لاس ورکړي په دې شمالي ها ډېر ښه په ماین باندې کوم نه دا واسي په وهلو ټکولو باندې جنگ مې کړی ده نه قصه داسې وه چې یو څوک د موږ په کور راغله او ورته وتښتېد زه یې راګیر شولم نو یو څوک یې لټوه هغه یې پیدا نه کړو نو ما ته یې راویښی نو بس ته یې چې په دا سر په کنداغو منداغو ووهل نو سترګې مې کرل ګیر له لاسه بس خدای دې هغه ته هم سزا ورکړي چې داسې ناروا یې کړي باش که سید رؤوف آقا را یک دو کلمه صحبت کنیم کتش که بیچاره بسیار دردار کشیده. سلام علیکم صد شما خوب بخیر خیرتی است قربانتان. یک روز یادم نمیره که در مو برفا افتیده خودم. بله قربانت سلامت باشین دیگه. جان و جور خودش پاچایی دیگه. بله. امروزی که زیاد سخت برای تمام شده کدام روز بوده که برف و باران و یخک دیگه باشه چیزی برای ما سخت. بله. نمی کوچه اوشار فکر کنم یک روز مجھے لخشیده. بله کوچه امام بله دقیقا یادم است. دیگه روزگار چی رقم تیر؟ دیگه روزگار دیگه تیر میشه نزدیک شد یه روزی که 2 سال است که ما خودم بیکار هستیم. بله. تقریبا دیگه گذران میکنیم دیگه توکل به خدا بیکار هستیم تا بیکار بله. از دو کوچه دیگه راج بند است دیگه رفتن نمیتونی دیگه. از راه بندی هم مجبور دیگه دیگان کوچه های دیگه خدا بزنی دیگه. خب دیگه دکاندارم فکر کنم گناهش نیست یک مدت را دیگه قرض میته بیچاره دیگه که زیاد شد خوام پس سودا میاره دیگه. بله. تمام یک رحمت میگه برو خدا مهربانه. بیشک. برو خدا مهربانه. توکل ما به خدا. ما شاید 1000 دفعه میگیم ما چی تا کار جبران میکنیم. بیشک. آری صاحب خودت دیگه پیام آخر تبته دیگه بازم دوستارم یک برگ سبز تحفه درویش دیگه چی که بود. بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکری میکنم از جناب برنامه عشق لبخند و خصوصا جناب سردار نظری که بارها ما شما
که چهره رسانه‌ای است کلگی آشناست. بله چی داخلی چی خارجی بیخی دیگه در کل ملت افغانستان و خارج و در سوی بین المللی چهره آشناست که همیشه این برای مردم خیرش رسیده و ضررش نه. ما زی از گذشتهشم دوستای عزیز ما تشکری میکنم که نمیت یک فامیل در سال 1399 کدمی بنیاد اجتماعی روشنفکران نابینایان کمک کرد که یک تعداد بود یکی از این نابینایان ما را پیسه ازدواجش داد تا دوی مصرف و پول حتی خدا شاید تا وقتی که ولادت هم خانش طفلت شد تا مشفاخانه که رسیدگی کرد آقای نظری چی از خودش چی از جیبش یا چی از کمک خارجی همه قمردی از این مرا خودش نه که در دست خودش تا 10 بجه شب خانه از رنگ کرد باز رنگ روغن کرد بسترش آورد بازای تا طفلش ولادت شد خبر گرفت. باز ما دوستان ما تشکری میکنیم دوستای عزیز ایرا اگر امروز شما کم دیدن آقای نظری چیزی که در جیب داره امروز توضیح میکنه اگر می داشته که زیادتر شاید نابینای ما تقریبا ما بارها گفتیم که در حدود 200 نفر یا 300 نفر به وضاحت است. یعنی حالت کسایش است که در خانه‌های جای پناه ندارن خرچ ندارن. زمستان هم که گذشت در این بار ریس ماه رمضان از بسیار وضعیت خراب است خصوصا وضعیت کنونی افغانستان که امروز ما در کشور قرار داریم که ایسو کار نیست و بیکاری است و بیپولی. این آقای نظری کمک میکرد مگر می نمیتوانشه که نمی 11 نفر یا 10 نفر که ما برای مکرر بسیار تماس گرفتیم. از تماس ما خیلی شاید خستم شده باشه. نه خدا نکنه. شب موندیم برای این بنده خدا نیروزی مسکین مجبور شد امروز این چیز که توان آورد برای این مردم میتا خداوند اولی را اجر بده و کسایی که دوستای عزیزم کمک میکنه ما شما تشکری میکنیم. دوستای عزیز اینمی برنامه اشک لبخند شما تقویه کنین کمک رسانی کنین. این کار شفاف است و همیشه به دست مستضعفین نگرفته و خصوصا از معلولین معیوبین باید شما حمایت کنین. دوستای عزیز که در خارج هستین بارها مدت میزنین که این معلولین معیوبین نه دولت ول پول میتشه نه ملت میتشه. این در بسیار وضعیت بد قرار و خصوصا نابینای ما که در خانه شما سردار صاحب نظری را شما کمک کنین. این در خانه نابینای میایه به حضور شما پول دستشان میده. ما داخل دیگه چیز گفتنی نداریم. از شما تشکری این است که در آینده ما بخواهیم که قشر این بنیاد و این خصوصا این طبقه ضعیف باید شما کمک کنین. ما منتظر کمک هایتان هستیم که دیگه دوستای عزیزم منتظر است. از آقای نظری هم یک جوان تشکر از وطن دوستم. خداوند دوستای عزیز کسایی که در این برنامه امروز کمک کرده 4 کلمه دعا میکنیم. خدایا اللهم افتح لنا بالخیر و اختم لنا بالخیر و اجعل عواقب امورنا خیرا. پروردگار در شب جمعه شب عید آخر ماه رمضان درای رحمتش واز گناههای ما ببخش و بیامرز. دوستایی که در خارج کمک میکنن دست مستضعفین میگیرن اونها را در دنیا و آخرت سربلند و کامیاب بدار. خدای مریضی را به طرف خانوادهایشان نبر. سفر مسافرشان را به خطر کن. کسایی که اینجا مصدر خدمت است مثل نظری صاحبواری وطن دوست صاحبواری که اینجا کسان یارم خداوند را سرفراز بدار. و امروز کسی که در این برنامه نابینای کمک کرده اونها را در دین دنیا خوار مگردان. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا برحمتک یا ارحم الراحمین. فقط با شما که افتید کجا داشتین تا پایین آقای نظری یک نکته نمی عزیزی نمی یک درد داره از این درد خانواده شاید آخر باز بی یک نکته یعنی بسیار درد داره. این فرید عزیزی که اومدن نمون بالا سفیده بگم درد تا نشر نمی درد بود که در هدف میخوره. تو شما گریان میکنی گریان شما چی کنه میلی چه گریان تو از امی فقط می مادر سونیا جان خود سونیا جان طلب دعا کرده مریض است از جرمنی 10670 افغانی روان کردن و همچنان مادر رویا جان و رومان جان 12150 افغانی از جرمنی روان کردن. اینا طلب دعا شدن. سونیا جان گفتن مریض است مادرش پول روان کردن گفتن یک دعای خیر کنین که خداوند ما را شفای عاجل نصیب. پروردگارم سونیا جانم شفای نعت بده. خدایا درد مرضش به بهترین فرصت تا روزی صحتمند بسازه. پول برای نابینا کو. سلامت باشه. از کدام طرف شروع کنیم؟ تو نام بگی؟ بیا باش که ایران بزن. آرزو را بگیر.
این خوراک 2000 پر بگی از طرف همی دوتا هموطن هم است. خب دیگه کی است؟ زهرا رو بده. خب بده. ای کی است؟ این 2000 افغانی. خب زهرا کجاست؟ این زهرا جان. خب این طرف آمد کاظم آمد. کی است؟ کاظم غلام علی. خب این دیگهش کیه؟ آمد. یعنی سید رؤوف آقا. سید رؤوف آقا. خب کاکا نبی. قربانت. فرید عزیزی. نه از فرید عزیزی طرف. استاد سید محمد. محمد چیرته؟ دقیقه 2000 روپایی دی دعا و بیا ایمون گاغا سلامت باشی. اینی فرید جان عزیزی. این نجیب جان. این نجیب جان. خلاص. دیگه کی است؟ 1000 2000 پول باقی مانده کی؟ کی ما رو مونده. خب از خود 1000 2000 ای از خودت. خب ای 700 820 روپه تو باش که نمی بچگه کی است؟ از کجا؟ خب این دختر نجیب هم بته نمو نمیرم بته یکی است. اونجا نمایده شعور داده. نمایده یک دختر رویا رو بته میره دوست شعور بته. ما دیگه مایده نیست 300 ش تو بگی 500 ش کی رو بته؟ بته رویا بگی رویا. کی است؟ رویا. گرفتی که دوست نوبینا را بگی. گرفتی بچه. این فاطمه کده کی است؟ فاطمه کده دوست بتشه. یعنی 500 رم فاطمه جان بگیره. جمله با عزت باشی قربانتان. جمله 22820 روپه را به می دوستا تقدیم کردیم. تشکری میکنم. چی گفتنی دارید آخر؟ داخل دیگه بازم گفتنی ندارم از این دو خانواده که امروز پول برای شما داده، خصوصا مادر سونیا جان و خود سونیا جان که مریضه، خداوند مریضی زیر شفا بده. خاری صاحبا امشب سر نمازتان یک دعا کنین که خداوند را شفا و صحتمندی بده. آمین. برای مادر دیگه نامش فراموش کردیم. مادر رومان جان. رومان جان هر حاجت دار حاجت ازیرم خداوند برآورده بخیر کنه. دیگه از خودتون آقای نظری ما این امیر خواهش میکنم که این برنامه ما را پخش کنید که دوستای عزیزی که در دسترس دودرس هستن و باید از ما ببینه که برای نوبینا روان کنند که وضعشان خرابه.